افشای رازهای بزرگ مصطفی عزیزیار و آریانا سعید و حقایق تازه رابطه آریانا سعید با همسر مصطفی عزیزیار. مصطفی عزیزیار در کجا زندگی می کند و مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. مصطفی عزیزیار مجری موفق، نام شناخته شده رسانه‌ای، تهیه کننده برنامه‌های بزرگ اجتماعی و تفریحی در افغانستان. مصطفی عزیزیار با دختر امیرجان صبوری، هنرمند موفق، نام‌آشنا و صدای سبیله افغانستان ازدواج کرده است. مصطفی عزیزیار را به نام صدای طلایی در رسانه‌های افغانستان لقب داده بودند. مصطفی با خانواده‌اش در کشور ازبکستان زندگی می‌کند و هم منتظر قبول کیسش به کشور کانادا میباشد. مصطفی عزیزیار و کارهای رسانه‌ای خود در کشور تاجیکستان و ازبکستان هم ادامه داده است. وی با تلویزیون جهانی فضا و کانال یوتیوب باربود موزیک همکاری رسانه‌ای خود را در کشور ازبکستان ادامه می‌دهد. 2 ماه قبل مصطفی عزیزیار بزرگترین کنسرت را در میان هنرمندان افغانستان و تاجیکستان برگزار کرد که آریانا سعید جزء اصلی این کنسرت بود. آریانا سعید رابطه خوب دوستی با مصطفی عزیزیار داشته است و بعد رفتار و حرکات آریانا سعید با مصطفی عزیزیار مورد خشم همسرش قرار گرفته است و همسر مصطفی عزیزیار رابطه خوب با آریانا سعید ندارد و حتی آریانا سعید را به خانه خود دعوت نکرده بود. به همین دلیل آریانا سعید دیگر کارهای رسانه‌ای خود را با تلویزیون جهانی باربود فسخ کرده است و نخواسته با مصطفی عزیزیار دیگر همکاری داشته باشد. ولی من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان آرزو دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان آریانا سعید و مصطفی عزیزیار به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار بدید. سلامتی شما خوبان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.